لطفاً نقل کنید رئیس. در مکه مشرکین قصد حیات پیغمبرمون کرده بودند. پیغمبرمون به جای خودش حضرت علی را خواباند. حضرت ابوبکر را همراه انتخاب کرد. وی در طول حیاتش یک لحظه از پیغمبرمون دور نشده بود. وی تنها از یک چیز می ترسید که مبادا به دوستش که از جانش بیشتر دوست می داشت ضرری نرسد. از تعقیب مشرکین خلاص شده به غار ثور می دراید. اولین شده حضرت ابوبکر به غار می دراید. گرد و اطراف تازه می کند. گرد و گرد غار سوراخی ها را می بیند. لباسش را پاره پاره کرده سوراخی ها را یک یک محکم می کند. و یک سوراخ لباسش نمی رسد. آن را هم به پایش محکم می کند. تنها بعد از آن که از بیخطری غار دلپر می شود پیغمبرمان را به داخل دعوت می کند. سرش را به زانوی ابوبکر صدیق می گذارد. به این منظره نگاه کنید. سلطان دو جهان پیغمبرمان به حضور و اتمام سر به زانوی دوستش. یا الله، خوابی ابوبکر صدیق نمی برد. دایم نظرش به گرد و اطراف غار پشه پر زند از او پنهان نمی ماند. مبادا یگان چیز به پیغمبرمان خلل نرساند. سحری بر وقت پایش به درد می دراید. ماری که در سوراخی پنهان شده بود از پای حضرت ابوبکر گزیده بود. مار؟ بله.